سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان. ریاست امور کلتوری شوروی کابل انتقال شمار از اجساد قبرهای مسیر توسعه قسمت دوم سرک کوتاه خیرخانه در نزدیکی چوک سرای شمالی را آغاز کرد. قاریالی گل جواد رئیس امور کلتوری شوروی کابل گفت که نظر به دیزاین جدید سرک، شمار از قبرها که در مسیر ساختمان این سرک قرار گرفتند، انتقال آن با حرمت تمام توسط پرسنل قبرکن ریاست امور کلتوری شوروی کابل با قبرستان ساحه موسهی در جنوب کابل روی دست گرفته شده است. اجساد تعداد از قبرها نظر به اطلاع قبلی شوروی کابل قبلا توسط اقاربشان انتقال داده شده. متبقی اگر اقارب آنها حاضر نشوند از سوی شوروی کابل صورت خواهد گرفت. قسمی که همشهریای عزیز آگاه هستند که سرک اتصالی سرای شمالی الی کوتل تحت پروسس کاری قرار داره و مراقبت جدی صورت میگیره و ان شاء الله که یک دستاورد بسیار بزرگ به خاطر ازدحام ترافیکی خواهد بود. بعضی مشکلاتی که در پیش رو داشتیم قبرستان بود. ما مهلت زیاد به مردم از این منطقه دادیم، توسط وکیل صاحبای گذر مردم را مطلع ساختیم که اینا بیاین اجساد خود را از اینجا بیرون بکنن و در یک جای دیگه دفن بکنن. اما بعضی قبرهایی که در این مسیر بدون وارثین مانده بود، نظر به هدایت جناب شاروال صاحب ما آغاز به کار کردیم. ان شاء الله العزیز که به شکل اساسی مطابق طریقه شریعت اسلامی اینا از اینجا انتقال میشه و در ادیره موسهی دفن خاک میشه. کار این پروژه سرکسازی در سمت چپ سرک کوتل از چوک سرای شمالی تا بازار کوتل به طول 3710 متر با عرض 27 متر که چند قبل آغاز شده بود به شدت جریان دارد. این سرک شامل شبکات پیاده‌روی، دیوارهای استنادی، آبروهای معیاری، تنویر، خط اندازی روی جاده، استگاه‌ها، خطوط و نصب علائم ترافیکی و سایر جزئیات یک سرک مدرن و معیاری می باشد که طی سال روان به پای اکمال خواهد رسید. افغانستان